پس در واقع ما باید بیایم، نه بذارید اینطوری بگم، برای اینکه بتونیم به جواب یه سری، نه از اول، برای اینکه به یه سری راه حل برسیم ما باید بیایم از تکنیک های علامت گذاری در مغز استفاده کنیم. باز دوباره میخوام اینجا اثر توجه ما به موضوعات مثبت و منفی رو دوباره بهتون یه موضوع دیگه، نه اصلا بذارید دقیقه اینا رو نگم، من اصلا چون نمیدونم اون جمله آخرم چیه یه ذره فکر کنم که گفتم من بالاخره یه جو پیدا میکنم کات کنم دیگه. آها. شما از نو شروع کنید. خیلی پس از صورت خودتون برم، از اون دوربین میرم که پس اینطوری بگم شما با این ور صحبت کنید، من با اون دوربین میرم که بعداً دوباره کات کنم، جای کات داره. الان اینجا رو نگاه کنم، شما اون دوربین. خب پس شوک‌گذار، بنابراین شوک‌گذاری و در لحظه حال بودن و قدردانی میتونه یک سری از فرمول هایی باشه که بتونه برای ما جزء تکنیک های علامت گذاری در مغز بشه. دکتر آذرخش مکری یه سری تحقیقاتی کرده بود که به نظر من اونها خیلی موضوع جالبی بود. اومده بود و متوجه شده بود که ما دچار سوگیری منفی نگری میشیم. میگفت اگر جملات مثبتی که ما استفاده میکنیم و کلمات مثبتی که میگیم در قبال کلمات منفی که میگیم، کلمات منفی چندین برابر تأثیرش بیشتره. یعنی انقدر قدرت کلماتی که ما استفاده میکنیم میتونه تأثیر داشته باشه، اینکه ما بتونیم چقدر به اون خودباوریه در رابطه با موضوعی از درون به خودمون برسیم. در واقع مغز قرینه نیست که مثلا اگر این بر جمله مثبت گفتی یه جمله منفی گفتی در یه سطح بتونه بالانس کنه. کلمات منفی تاثیرش چندین برابر کلمات مثبته و همین موضوع به چی ربط داره؟ به اعتماد به نفس ما ربط داره، به حساس بودن ما ربط داره و به یه مثالی هم که زده میشد، مثلا مکدونالد که خب خودتون میدونید یه سری مغازه‌های فست فود زنجیره‌ای در تمام دنیا جز موفق ترین ها، پولدار ترین ها داره کار میکنه. یعنی اصلا برندینگش دیگه کاملا در سطح تمام دنیا شناخته شده است. بعد یک بار سر یه سری از یه غذایی که اوردر دادن یه سری اومدن و کامنت هایی که یعنی اجازه داده بود که همه مردم بیان نظرخواهی کنن، چند تا کامنت منفی اومده بود و به قدری این کامنت های منفی در قبال یک عالمه کامنت مثبتی که براش اومده بود تاثیرگذار بود که اصلا مکدونالد اومد کل اون کامنت ها رو جمع کرد، بست و اجازه نداد دیگه این کامنت ها ادامه پیدا کنه، چون کاملا میدونن که چقدر میتونه همین 3 تا کامنت تاثیر بذاره. فکر کنم هممون این موضوع رو الان دیگه داریم خودمون میبینیم تو ریویوهایی که مثلا برای خرید داریم انجام میدیم از وبسایت ها یا جاهای دیگه، هممون نگاه میکنیم. حالا اونایی که زدن خوب عالی رو رد میکنیم، میریم میگردیم ببینیم کسی انتقادی نظری داشت و نگاه میکنیم چقدر این موضوع مهمه و شاید اصلا همون یه دونه جمله اون بتونه نظر ما رو تغییر بده. پس برگردیم به اینجا که ما از چه تکنیک هایی استفاده کنیم، علامت گذاری کنیم در مغز که کمکمون کنه و ما رو به سمت این ببری که ما روی محور دوپامین کلا مغزمون جلو نره. بریم اسلاید بعد. اینجا ساختار مغز رو من یه بار دیگه براتون توضیح بدم که بهتون بگم داره چه اتفاقی میفته. همونطور که الان توی این اسلاید دارید میبینید، ما یه منطقه آبی کوچولویی پشت مغز داریم به اسم VTA و بهش میگن به قول معروف تگمنتال، که اینجا جایی هستش که دوپامین ازش ترشح میشه و یه ذره میاد جلوتر. اگر ببینید یه جایی که ذره آبی کمرنگتر یا بنفش کمتریه و اکامبس بهش در واقع میگن، هسته اکامبس یا هسته شادی.
این هسته اکامپس در واقع خودش هسته شادیه، یعنی چون خودش ایجاد لذت میکنه. بعد وقتی که VTA هورمون دوپامین رو به سمت این منطقه میفرسته، این باعث 2 برابر میشه و اون ترشح زیاد هورمون دوپامین اینجاست که خیلی زیاد میشه، در واقع باعث لذت زیاد میشه. خب اینا در کجای مغزن؟ در بخش پشت و میانی مغزن. اون بخش جلوی مغز رو میبینید که بهش میگن حالا پری فرونتال، اون بخش بنفش جلوی مغز جایی از مغزه که جای تجزیه تحلیل ماست، جایی که ما راه حل میذاریم، جایی که ما به درک میرسیم، جایی که ما منطق داریم. این منطقه اگر ما روی مداری قرار بگیریم که دوپامین به این سمت نیاد یا این سمت رو کنترل کنه، همون اتفاقه، همون پینوکیوییم، همونیم که با هر بادی میریم و تحت جوگیریم و تحت تاثیر هر چیزی داریم هر کاری میکنیم. یعنی نیاز برای ما باعث میشه که ما به هر سمتی بریم. ولی اگر ما این مدار رو بشناسیم و به سمت فرونتال مغزمون بتونیم به کنترل برسیم، در واقع بهش میگن مدار کنترل، مدار قبلی که تا حد قبل از بخش جلوی مغزه بهش میگیم مدار آرزو، اینجا رو بهش میگیم مدار کنترل. اونجاست که خبر خوب اینه که خیلی خوبه که این دوپامین ترشح شده، خیلی خوبه که این احساس لذت و شادی برای ما ایجاد شده، ولی ما میتونیمش کنترلش کنیم. بریم اسلاید بعد. حالا چطور دوپامین رو کنترل کنیم؟ من اینجا یه کات بزنم، لطفاً یه کات بزنید.